سلام، فرشاد هستم. فوتبال ما خوش اومدید. بریم با هم هفته آخر این فصل اول رو بررسی کنیم و از تغییرات شگفت‌انگیز پرسپولیس تا تلاش‌های یحیی برای برگشتن پرسپولیس و بقیه حواشی که این هفته اتفاق افتاد و بریم با هم ببینیم. این هفته با 2 تا بازی شروع شد که اولیش گلگهر سیرجان و چادر ملو بودش که 2-0 گلگهر برده شد. بعدش هم بازی پرسپولیس و هوادار بود که نتیجه خیلی عجیبی رقم خود پرسپولیس بود هوادار زد. پرسپولیس که کلی موقعیت همیشه هدر می‌گیره و همه تماشاگر خسته که گل زدن مهاجمات بودن امروز بود مهاجمات به راحتی هتریک کردن و علی علیپور هتریک کرد. ایسا کسی که یه نیم فصل گل نزده بود 2 تا بازی پشت سر هم گل میزنه و یه روند رو به رشد با اومدن آقا کریم و تغییر مربی توش ایجاد شده. حالا ببینیم که اصلا کریم باقری میمونه یا اینکه نه میخواد بره یه مربی دیگه بیادش. از اون طرف یحیی گل محمدی تو هر مسابقه آخر بازیش با مدیر عامل فولاد درگیر و یه سری کارا داره ایجاد میکنه که یه جوری پارس برگشتن داره. خیلی احتمال زیاده که یحیی گل محمدی نیم فصل از فولاد جدا بشه و حالا مسابقه‌اش آخر برنامه می‌بینیم و به همون بازی پرسپولیس برسیم. پرسپولیس بعد از اومدن کریم باقری با یه ترکیب متحول شده وارد زمین میشه و انصافا توی 2 تا بازی خوب نتیجه گرفت و بردای پرگلی هم داشتن. بازیکنایی مثل یاسین سلمانی که اصلا بهشون بازی نمیرسید یا اینکه از اونور میلاد سرلک که خیلی کم بهش بازی میرسید و به ریگیو بهش ترجیح میدادن فیکس شدن و حتی اون کسایی که باهاشون تعویض میشدن هم ذخیره ثابت شدن مثل فرشاد احمدزاده. از اون طرف آقا کریم اصلا به دروازه‌بان خارجی اعتقاد نداره و از رفیعی استفاده میکنه و همین تغییرات هم باعث شده که پرسپولیس خوب نتیجه بگیره. اگه بخوایم پرسپولیس قبل کریم باقری و بعد کریم باقری با هم مقایسه کنیم، مهمترین تغییری که توی پرسپولیس وجود اومده ناهماهنگی بازیکن‌ها تا اونجایی که میشد کمتر شده. اون ناهماهنگی توی دفاع که سوتی‌های عجیبی میدادن یا اینکه موقعیت سازی خیلی ضعیفی که بعد رفتن ترابی مثلا اوایل فصل بازیکن‌ها انجام دادن موقعیت خوبی نمیتونه سر مهاجم بسازن. بعد از اینکه یه چند وقتی گذشت و موقعیت سازیشون بهتر شدش میدیم که مهاجما اصلا نمیتونن موقعیت استفاده کنن. حتی مهاجم خارجیشون هم تو بازی‌های لیگ نخبگان توی 6 قدم هم نمیتونست توپو گل کنه. ولی خب بعد از این 2 تا بازی دیدیم که مهاجما یه جورایی متحول شدن بهتر از موقعیتشون استفاده میکنن. موقعیت سازی پرسپولیس هم واقعا عالی شده. البته از اینم نمیشه گذشت که اکثر گل‌های پرسپولیس روی حرکت‌های عجیب مدافعای هوادار شکل گرفت و دفعای خیلی ناقص، یه حرکتایی که حتی ابتدایی ترین بازیکن‌های فوتبال هم میدونن این یه سری هماهنگی‌ها رو با هم دارن و انجام ندادن. آفساید گیری اشتباه و توپ برگردوندن‌های اشتباه، دفعای ناقص، همه اینا باعث شد که پرسپولیس بدون خلق موقعیت خاصی به 5 تا گل به هوادار بزنه. شاید اگه داوری با پرسپولیس یاری میکرد پرسپولیس حتی میتونست گلای بیشتری هم بزن و یه پنالتی هم براش میتونستن بگیرن که نگرفتن. ولی چیزی که مشخصه این شوک تغییر مربی توی پرسپولیس کاملا جواب داد و پرسپولیسی که یه بازی خیلی ناامید کننده و نامنظم انجام میداد الان با برد 5 گله عوض کرد و یه تیم منسجم رو میبینیم و مخصوصا توی 2 تا بازی آخر نیم فصل که خیلی مهم بود که با روحیه بخوان نیم فصل رو تموم کنن و برن سراغ تعطیلات و سوپر جام و لیگ نخبگان رو ببینیم که چه مربی روی نیمکت پرسپولیس میشینه. چون کریم باقری همچنان مصره که من مربی نمیمونم و میخوام کمک مربی باشم. حالا ببینیم که چه مربی یا مربی ایرانی خارجی میاد پرسپولیس. ولی چیزی خیلی مشخصه احتمال داره که یحیی برگرده با مصاحبه‌ای که علیه مدیر عامل فولاد انجام میده و یه جوری میخواد از فولاد جدا بشه. گفتم که آخر برنامه مصاحبهشو با هم میبینیم. از اون طرف هم حتی وحید امیری تو مصاحبهش گفته که من حتی از اومدن آقای یحیی استقبال میکنم و ما خیلی خوشحال میشیم اگه آقای یحیی برگرده به تیم و همه دارن پالس برگشت یحیی رو میدن. آخر بازی هم علیپور که هتریک کرده بود و همه منتظر بودن که یه مصاحبه کنه درباره هتریک کرده، همچنان درگیر بازی قبل بودش و درباره اتفاقات اون بازی و فحاشی‌ها صحبت کردش که با هم دیگه مصاحبهشو بعد از این هتریک که تو این بازی کرده با هم میبینیم. شدی که هتریک کنی رو داری با خودت میبری که به یادگار نگه داری. یه توضیح راجع به توپ و شرایط بازی. خب لطف خدا بود، همه اینا لطف خدا و دعای خیر خانواده است و همچنین هوادارهای عزیز و دوستان.
بازی خیلی خوبی بود، میدونستیم از بازی چی میخوایم و اومده بودیم که با برد نیم فصل پشت سر بذاریم که بریم یه تعطیلات خوب در کنار خانواده داشته باشیم، با قدرت بیایم، چون میدونیم برنامه فشرده داریم و با قدرت بتونیم نیم فصل دومو شروع کنیم و بازیایی که داریم و به خوبی و موفقیت پشت سر بذاریم تا اون چیزی که هوادارا میخوان و خودمون میخوایم و بهش برسیم. یه شادی گلم داشتی به نوعی مسالمت آمیز از هوادارا، درخواست این رو داشتی که دیگه پایان بدن به این فحاشی‌ها. آره خب الانم به دوستان گفتم احترام کل خانواده واجب‌تر از همه موضوعات زندگی معیشتی است. چه خوبه که به جای حواشی انتقاد مشکلی نداره، ولی حواشی از فوتبالمون حذف بشه و میگم همه باشگاه‌ها ماشاءالله شعارهای خیلی خوبی برای حمایت از تیمشون دارن، پس چه خوبه که فحاشی‌ها حذف شه و اون حمایت‌ها باشه و دیگه نهایتش اگه از بازیکن انتظار دارن انتقاد فوتبالی. مرسی علی. حالا شما بارها مخالفت کردیم با عنوان سرمربیگری، ولی اینکه دلیلش هنوز نامشخصه. واقعا شما میگید مربی مشخصه، دلیل خاص تمام مؤلفه‌ها رو داریم. بازیکن ملی با سابقه زیاد، سابقه تو پرسپولیس، خارج از کشور، تمام مؤلفه‌ها رو داریم. حالا دو تا بازی هم که بودین از نظر روی روانی و حالا اقبال هواداری هم فوق‌العاده بوده. اشارتتون منم چرا قبول می‌کنید؟ اولا که شما لطف دارید، محبت ممنونم، ولی خب گفتم من دوست دارم که خب یه سرمربی خیلی بزرگ بیاد، چون پرسپولیس واقعا احتیاج داره که یه سرمربی بزرگ بالا سرش باشه و ما میتونیم اون چیزی که در توانمون از کمک بکنیم که اتفاق بیفته و تیم بتونه موفق تر بشه. اگر باشگاه ناکام باشه تو انتخاب مربی نه انشالله انجام میدیم، قولشو دادن که انشالله انجام بدن. قولشو تا کی دادن به شما؟ حالا انشالله به زودی انجام میشه. اگه نشد میمونیم؟ والا گفتم ما در کنار تیم هستیم، حالا تا موقعی که خواستن، ولی انشالله این اتفاق میفته. ببینید بحث نیم فصل دوم یه پروسه‌ایه که در صورت همه تیمان برای نیم فصل دوم دوست دارن که نقاط ضعفشون رو برطرف کنن و بتونن بازیکن بگیرن. متاسفانه بحث نقل و انتقالات برای همه تیم‌ها وجود داره. اینکه این بحث قبل از بازی از طرف مدیر عامل تیم مطرح میشه واقعا کار غیر حرفه‌ای و آماتوری بود متاسفانه، و تنها دلیلی که من میتونم راجع به صحبت‌های ایشون داشته باشم اینه که ایشون عاجز از گرفتن بازیکن، وگرنه هیچ دلیلی نداشت که بخواد راجع به نقل و انتقالات اونم روز قبل از مسابقه بخواد صحبت کنه و بخواد تمرکز تیم رو به هم بزنه. این مسئله واقعا جای ناراحتی داره و یه خودزنی کامل. این اتفاق نباید میافتاد. ایشون که تجربه خوبی تو بحث مدیریتی تو تیم‌های گذشته، تیم‌های قبلیش داشته، نباید این صحبت‌ها رو میکرد و واقعا جای تأسف داره. ولی در صورت هر تیمی دنبال اینه که نقاط ضعفش رو برطرف کنه، تیمش رو تقویت کنه. ما هم بر اساس همین یه لیستی تهیه کردیم و به باشگاه دادیم، ولی این که بیاد راجع به نقل و انتقالات اینجوری صحبت کنه، یعنی نمیخوام بازیکن بگیرم و نمیتونم بگیرم. این دلیل دیگه ای نداشت. در خدمت. مثلا رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ والا آقای گل محمدی به نظر من یه پرسپولیسی هستن که هر جایی برن این برچسب پرسپولیسی بودن از چون هم بازیکن بودن، هم مربی بودن و هم موفقیت‌های زیادی رو اینجا کسب کردن. به نظر من این قضیه ولی با توجه به اینکه الان در حال حاضر ایشون با قرارداد دارن، من نمیتونم بگم آقا
ولی خب استقبال میکنیم. حالا من به عنوان بازیکن افتخار میکنم که یه زمانی شاگرد آقای گل‌محمدی بودم، خیلی چیزا ازشون یاد گرفتم، ولی من توی شرایطی نیستم که بخوام بگم آقا ایشون بیان یا ایشون نه. آقای امیری، همه دارن به 2 بازی و 6 امتیاز فکر کنن، ولی بزرگترین خدمتی که آقای باقری تو این 2 تا بازی کرد احیای برخی بازیکنان بود که از چرخه بازی خارج شده بودن، علی پوری، سال کسی. این فکر کنم کریم باقری چه بمونه به عنوان سرمربی چه مربی باشه، این بزرگترین خدمتیه که میتونه به باشگاه پرسپولیس بکنه. والا آقای باقری تو این 2 تا بازی گذشته نشون داد که به همه بازیکن‌ها به یه دید نگاه میکنه و حالا نمونهش آقای ابوالفضل بابایی است که فکر کنم 2 سال اینجا و هنوز بازی نکرده بودن، توی 2 تا بازی گذشته اومدن و مثمر ثمر هم بودن. خب این یه مشخصه خیلی خوبی برای دیگه بازیکنامون هم هست که این اعتماد به نفس رو داشته باشن که ببینن که وقتی که هم بازیشون همون که مثلا تا چند وقت پیش شاید جز 18 تا هم الان اومده داره بازی میکنه، این اعتماد به نفس برای اونا هم به وجود میاد و به نظر من نقطه عطف این 2 تا بازی این قضیه است که همه بازیکن‌ها میدونن که شرایطشون مساوی است. من انشالله فکر کنم بعد از تعطیلات نیم فصل. گفتیم که یه فصل دیگه آقای درویش با بازیکن با تجربه تیم صحبت کرده که آقای باقری رو راضی کنن به عنوان سرمربی تیم ادامه بده. شما این تایید می‌کنید؟ والا اصلا آقای درویش این قضیه رو هم نگن، ما همه پیگیر این قضیه هستیم و از آقای کریم باقری خواهش می‌کنیم که تو این جایگاهی که هستن و واقعا برازندشون هست بمونه. گفته میشه یه فصل دیگه شما و آقای سروش رفیق قراردادتون تمدید میشه، در نهایت با پیرار پرسپولیس خداحافظی کنید. والا ما تا این لحظه هیچ صحبتی نکردیم و کسی نیست که از این قضیه استقبال نکنه. هر موقع باشه بخواد با تمام وجودمون در خدمت باشگاه هستیم.